همینطور عرفا و دوستان خدا چون یک گوهری از محبت و معرفت الله تعالی در دلشون هست، چون اونها یه چراغ سبزایی از جانب خدا دیدن، یه توفیقایی، یه نصرتهایی، یه مددهایی، یه کششهایی از جانب خدا رو تجربه کردن، حالا براشون فرقی نمیکنه که آحاد و توده جامعه چی میگن بهشون. تمام این جامعه منو تعریف کنن، بگن آقا فلان خوب، عارف، بزرگ، ولی، خب اینا برای من چیزی رو اضافه نمیکنه. اتفاقا جای نگرانی داره. چرا؟ چون ممکنه عجب بیاد، غرور بیاد، تکبر بیاد، خودبینی بیاد، خودشیفتگی بیاد، آفتهای دینی بیاد و اینا از دستم بره. اینا مابین من و خدای من پرده و حجاب بشه. این تعریف ها من از خدا محروم کنه. برای همینه که دوستان خدا وقتی با تعریف مردم روبرو میشدن هیچی به اون داشته های دینیشون اضافه نمیشد، یعنی اصلا خوشحالم نمیشدن، توجه نمیکردن به اینا، حتی نگرانیشون بیشتر میشد که نکنه این تعریف ها و تمجیدها یه سری آسیب ها و آفت های دینی سراغ من بیاره، من از خیلی چیزا محروم کنه. برای همین حضرت استاد مفتی محمد تقی عثمانی میفرماد هر زمان تعریف مردم رو میشیدن فوری میگفتن اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا نسبت به این تعریف و تمجیدی که اینا میکنن منو نگیر، واجعلنی خیرا مما یظنون، و از اون چیزی که اینا به من گمان میکنن خدایا حسن ظن دارن منو بالاتر ببر خدایا. یعنی نگرانشون بیشتر شد. حضرت حکیم علامه طحانوی رحمت الله تعالی میگه هر زمان من با تعریف و تمجید مردم روبرو میشم فوراً 10 تا از خطاها و ضعف‌های نفس خودم رو جلوی ذهنم مرور میکنم. با خودم میگم تو این ضعف رو داری، تو این کمی رو داری، تو این کوتاهی رو داری، تو این عیب رو داری. به نفسم میگم تا خدایی نکرده این تعریف تملق مردم باعث نشه که در من یه سری آفت‌های دینی رشد کنه و من این گوهر محبت الله تعالی که نصیبم شده با فضل و رحمتش از من سلب بشه.